من از همتون خواهش میکنم فقط یه لحظه تصور کنی که این دختر 6 ساله شماست. آیا شما رضایت میدین که دختر 6 ساله شما رو یک شخص با این سن و سال بیاد ببوسه و باهاش ازدواج کنه و باش بره تو هجله؟ آخه اون شب شما چطور راحت میتونین بخوابین؟ اون شب سرتون رو چطور رو بالش میتونین بذارین؟ بابا مگر شما انسان نیستید؟ مگر شما عاطفه ندارید؟ مگر شما قلب ندارید؟ مگر شما احساس ندارید؟ مگر انسانیت حالیتون نمیشه؟ بابا یک بار برای همیشه هممون با هم بلند شیم، متحد بشیم بر ضد این دین. بذارید این دین کثیف از کشورمون بره بیرون. بذارید قوانین انسانیت رو مردم یاد بگیرن. اگر الان این کار انجام ندیم فردا اینا همین بلا رو سر دخترای خودمون میارن. من دارم تلاش میکنم که فردا بچم صدای اذان رو تو ایران نشنوه. فردا این بلا رو سر دختر من نیارن. من از همتون خواهش میکنم، از همتون خواهش و تمنا میکنم به کمپین این چرخه با من تمام میشه بپیوندید. این چرخه با من و شما تموم میشه. این چرخه کثیف با متحد شدن ما تموم میشه. یک بار برای همیشه این ویدیو رو انتشار بدید. بذارید مردم چهره واقعی اسلام رو ببینن. هر چقدر دیدت بذارید مردم بیشتر ببینن. دیدن بذارید بازم ببینن. بذارید مردم آگاه تر بشن. چهره واقعی اسلام رو به مردم نشون بدید. بذارید مردم آگاه بشن. ازتون خواهش میکنم فقط به ایرانمون فکر کنید. فقط به مردممون فکر کنید. فقط به فرهنگمون فکر کنید. فقط به دختر بچه‌هایی که همچین سن و سالی دارن تو ایران فکر کنید. از همتون خواهش میکنم یک بار برای همیشه به این کمپین بپیوندید و این دین کثیف از کشورمون بندازیم بیرون. ما همه میهم پرستیم، همه ملیگرا هستیم و این چرخه با من و تو تموم میشه.